باز هم اومدیم به استودیو آنتن، برنامه روز روزگاری. کنار آقای سعد هستیم برای اینکه یکم مشکلات زندگی رو فراموش کنیم و داستان‌های جذاب فوتبال از گذشته و حال رو مرور کنیم. سلام آقای سعد، خیلی خوش اومدید. سلام، عصر بخیر. خوشحالم خدمت شما و دوستان عزیزم هستم. خیلی خوشحالم که اینجا هستین. ما 2 برنامه تا الان با هم دیگه رفتیم در قالب روزی روزگاری، خیلی بازتاب داشته. خیلی از دوستان، حالا خواننده ها با ما، خواننده های ورزشی، بیننده های آنتن تماس گرفتن و البته خواسته شدن که برنامه آرشیو بشه، که حالا قول دادن که برنامه رو به صورت آرشیو برنامه رو بذارن که قابل دسترس باشه. ما از اینکه شما هستین کماکان خیلی خوشحالیم. باعث افتخارم. و امروز هم می‌خوایم درباره بحثی صحبت بکنیم که شما پیشنهادتون بود که اولین برنامه ما باشه. مسابقه‌ای که در واقع ترندترین مسابقه تاریخ فوتبال ما هست. مسابقه‌ای که به مرور زمان تبدیل به یک اسطوره شده. اسطوره شش تایی. افسانه‌ای شده. افسانه شده. و ما اصلا می‌خوایم ببینیم که چرا این اتفاق افتاده، در صورتی که نتایج مشابه این بارها اتفاق افتاده و در فوتبال دنیا هم اتفاق میفته و هیچ مسابقه‌ای انقدر در واقع سایه سنگینش رو روی یک دوره تاریخی فوتبال نانداخته و ما چرا ازش نمیتونیم عبور کنیم، به اضافه چیزایی که شما دربارش میدونید به عنوان شاهد این مسابقه، آدمی که اونجا بود. بله. خب سوال اول من از شما، نمیتونم همین بله بگم که یعنی چرا در گذر زمان بازی بدل به یک افسانه شد. اولین دلیلش اینه که هیچ فیلم و نشانی از این بازی جز چند عکس و چند مقاله کوتاه که چندان هم وارد جزئیات نشدن وجود نداره. یعنی در مورد چیزی صحبت میکنیم که یک بار انجام شده، اون بازیگرا، اونایی که تو زمین بودن، اونایی که دور زمین بودن، یک بار در اون موقعیت قرار گرفتن و ما تماشاگرایی که اون روز 16 شهریور 52 رو سکوهای اون استادیوم بودیم، همون لحظه دیدیم برای یک بار و برای همیشه. الان اگر فیلم این بازی در دسترس بود، خیلی راحت‌تر میشد در موردش صحبت کرد و خیلی ملموس‌تر میشد. معمولا چیزی که در دسترس نیست در گذر زمان یک حواشی میگیره، نوعی خیال پردازی، افسانه پردازی، قصه پردازی و معمولا بدل به چیزی میشه که دور از واقعیت اولیه‌شه. شما اون بازی در ورزشگاه بودین؟ بله. ورزشگاه پر بود یا نبود؟ نه، شاید 55-60 هزار نفر. اون موقع شاید هنوز مسابقه استقلال پرسپولیس، در واقع تاج پرسپولیس، هنوز این در واقع سنگینی و در واقع حجم دربرگیری الان رو نداشت دیگه. به هر حال در قواره فوتبال اون دوران داشت، واقعا داشت. و پس از انحلال شاهین که باشگاه پرسپولیس در حقیقت بازیکن‌های شاهین میان اونجا و از سال 48 49 نبردهای در حقیقت تاج پرسپولیس خب خیلی پرتب و تاب میشه. اون بازی که عزیز اصلی به داور سیلی میزنه، بازی نیمه کاری میمونه، بازی که 1-1 میشه، باز جنجال داوری میشه، مهراب و حسین کلانی اخراج میشن، دعوای همایون بهزادی و مهدی لواسانی و بعد ورود 2 مربی بزرگ به 2 تیم، رایکوف به تاج و آلن راجرز به پرسپولیس. واقعا فوتبال اون دوره در حد قواره رسانه‌ای اون دوره که بازی‌ها از سال 49 به بعد دیگه مستقیم پخش می‌شد. بنابراین میتونم بگم که ولی الان به هر حال اصلا داستان رسانه و فوتبال متفاوته. ما در قواره دهه 50 خودمون باید صحبت کنیم. نه، بازیایی بود پرتب و تاب، پرتماشاگر و لبالب از التهاب. شما کجای ورزشگاه نشسته بودین؟ من روبروی جایگاه اون بالا، قسمت بالا، طبقه دوم نشسته. طبقه دوم. من چیزی که یادم هست اینه که من خودم اولین بار که رفتم ورزشگاه طبقه بالا نشستم، تو همون جایی که شما میگید. و طبقه دوم آزادی نشستن یه چیز باحالی بود برای کسی که اول ما میره ورزشگاه، انگار که شما میره از یه جای خیلی بالاتر، از یه زاویه‌ای که تا فوتبال ندیدی نگاه می‌کنی. میخوام ازتون بپرسم که شرایط ورزشگاه رو یکم توضیح بدید. من چون شما خودتون استاد قصه گفتن هستین دیگه، بریم توی از راجع به خود بازی صحبت کنیم تا در راجع بازی خیلی راجع به جزئیاتش حالا با هم میریم جلو، اما در مورد چون در مورد رسانه صحبت کردیم که چرا این بازی ضبط نشد. قصه های زیادی الان گفته میشه که فیلم برداری شد، بعد فیلم رو عده‌ای نابود کردن، چه اتفاقایی افتاد که دوربین ظاهرا مسابقات کشتی جهانی بوده دیگه. الان اگر دوستان اون رو جلوه نشریات اون دوره رو نشون بدن، مشخصا به مسابقات کشتی اصلا اشاره کرده
و خب این که روزنامه اطلاعات شکست غیر منتظره تاج برابر پرسپولیس، بله ببینیم روز فردا بعد از ظهرش دیگه، اون شنبه 17 دیگه، بازی یک روز قبل برگزار شد. اینو هم توضیح بدین که اون موقع در واقع بیشتر در واقع روزنامه‌های کیهان اطلاعات عصر منتشر بعد از ظهر، من برای همین اشاره به بعد از ظهر کردم. ولی حالا اگه روزنامه‌ای بعد ببینید بله این الان دنیای ورزش فردا که چاپ شده، ببینید زده شکوه جام جهانی کشتی در تهران و اون بالا هم در واقع مسابقات کشتی بوده، مسابقات کشتی در تهران بوده. اون عکس زیرم هرچند زده معجزه صبح‌پوشا پرسپولیس 6 تا 8، ولی مال بازی روز بعد نیست، چون این فرصت رو نداشتن اون عکس‌ها رو چاپ کنن. این بازی تو امجدیه گرفته شده که اصلا نظر فنی قابلیت بله حاج رحیمی پور و عزت جان ملکی هست که این دو رقیب بودن، در موردش صحبت می‌کنیم. ببین قرار بود اون بازی هم پخش بشه، اونجا که ما جلد کیهان ورزشی هم نشون بدیم بچه‌ها. بله اینم کیهان ورزشیه. بله دیگه، این ستن 6 بار دروازه تاج را لرزاندن. ببینید هماین بهزادی با شماره 10، حسین کلانی، ایرج سلیمانی، ولی بازم شما تصویر کشتی رو می‌بینید روی صفحه اول. ببین نکته این بوده قرار بود اون بازی هم پخش بشه پژمان عزیزم، آنچه که ما شنیدیم اون موقع. بعد خبر میرسه که خانواده سلطنتی برای تماشای بازی‌ها به استادیوم مجاور همون سالن 12,000 نفری و دوربینا باید بره اونجا، بنابراین دوربینا به اونجا باید، یعنی حالا چرا؟ واسه که اصلا واحد سیاره تلویزیون اون موقع ظاهرا یه دونه بوده، یک واحد سیار داشتن، واحد سیاره دیگه ای نبوده، بنابراین میره و مسابقات کشتی رو ضبط میکنه. و بعد اشاره میکنن که ولی که تیمسار خسروانی، یعنی بعد از انقلاب که تیمسار خسروانی در رفته فیلم‌ها رو اینو گفتن که این شایعه بود که تیمسار خسروانی رفته فیلم‌ها رو نابود کرد. خب این شایعه غیر قابل باوریه. دو نکته کلید. اولا در شأن تیمسار خسروانی نبود. تیمسار خسروانی به روی جایگاهی در ورزش داشت که از این کارا نمی‌کرد. دو، چجوری به تلویزیون، رئیس رادیو تلویزیون رضا قطبی پسردایی فرح دیبا یه امپراتوری بود تلویزیون، کسی به تلویزیون نمیتونست نزدیک شه، نه تیمسار خسروانی که هیچ ژنرال دیگه‌ای اصلا شدنی نبود. و بعد هم خب ما همه، یعنی اونجا که بودیم دوربینی کنار زمینه بود، همه بازیکن‌ها، یعنی این بارها گفته شده. ولی حالا من میتونم اینطوری بگم حتی اگر فیلمی هم از اون بازی گرفته شده بود، چنانچه خیلی بازی دیگه فیلم برداری شد، ولی وقتی به انقلاب و بعد از انقلاب رسیدیم نشانی از اون فیلم‌ها بر جای نمون. یعنی در اون تب و تاب شور انقلابی که خیلی ها داشتن، بسیاری از این فیلم‌ها نابود شد یا رو اون نوارها ضبط شد و حالا چون شما یکی از بزرگان حضور رسانه هستین، چیزی که میشه دنبالش رفت گزارش رادیویی بازیه. گزارش رادیویی بازی رو عطا بهمنش گزارش کرده، تاریخش هم مشخصه، 16 شهریور 52 که اصلا تصور نمی‌کنم این نوارم حفظ شده باشه، ولی خودش به عنوان یه پروژه تحقیقاتی خیلی جالبه تصویر نیست. ببینیم چون به هر حال آنچه کلام عطا بهمنش هم اونقدر گرم و گل و لبالب از جزئیات است که همه این شما خودت رادیو نورده بودین ورزشگاه؟ من نورده بودم، ولی که خیلی‌ها رادیو می‌بردن، خیلی‌ها رادیو رو می‌بردن. بله می‌بردن. نه پس بنابراین اینم نکته بعد که واقعا نمیدونم وجود داره یا نه، البته بعید میدونم. یه بحثایی هم هستش، در واقع آدمای ادعا کردن که ما از تو تماشاچی‌ها فیلم گرفتیم که با یه بحث فنی داره. حالا چون قبل برنامه‌اش اشاره کردیم بگیم این که با دوربین 8 میلیمتری، حالا اون موقع مرسوم بودی که میرفتن. ببین پژمان جان، من اون موقع خودم دوربین 8 میلیمتری داشتم. یعنی این موقع که این بازی رو می‌دیدم من هنوز دبیرستانی بودم، سال آخر دبیرستان بودم. مثلا 2-3 سال بعد دوربین دانشگاه که شدم دوربین 8 میلیمتری داشتم و میرفتم فیلم میگرفتم. من یه سری فیلم دارم که تو همین امجدیه و این استادیوم یه فیلمایی هست. حالا یه بحث هر کدوم از این نواره، یعنی شما هر فیلمی که میگرفتی 3 دقیقه و 28 ثانیه فقط فیلم برداری میکرد. بعد گرون هم بود، یعنی در هر صورت شما اگر خیلی فیلم میگرفتی، یه نفر با 3 تا فیلم هم میومد 10 دقیقه نمیشد. 10 دقیقه نمیشد. و چطوری وقتی هم بازی لایو داری میره، شما از کجا میدونین چه صحنه‌ای رو بگیرین که گل رو ضبط کنین؟ در کنار همه اینا کسی اگر چنین فیلمی رو داشت، الان قیمت طلا داره. یعنی عمری الان ما چند سال دیگه در 50 سالگی این بازی هست. قیمت طلا داره. اگر داشت چرا اینو دفن کرده؟ نه اصلا از نظر من اگر بود حالا جایی رو شده بود و اصلا با دوربین 8 میلیمتری از اون فاصله کنار زمین و اینا، چون خودم کردم کیفیتی در نخواهد اومد. من فقط امیدوارم که شاید در گوشه‌ای از آرشیو رادیو صدای استاد بهمنش در گزارش این بازی باشه. به سنت انگلیس‌ها تا سالهای 60 موقعی که تلویزیون و ویدیو اینا اصلا به این داستانا نیامده بود،
تیمایی که میرفتن مثلا جام حذفی فینال رو میبردن صفحه‌شو میخریدن. من یه دوستی داشتم طرفدار تیم چلسی بود، بعد اینا لیدز یونایتد رو برده بودن، میذاش گوش میکرد. اصلا جدی میرفتی صفحه میخریدی، صفحه 33 دور بود این برای گوش. آره و اگر که باشه در آرشیو واقعا جا داره که اون بازی رو اصلا بذاریم و گوش بدیم. نمیدونم، من امیدوارم یه معجزه‌ای رخ بده، از یک جایی صدای استاد در توصیف این بازی در بیاد. این بازی اهمیتش به مرور زمان تبدیل شد به بازی در واقع سمبل کریهای بین استقلالی و پرسپولیسیا. من یادمه که باز من ببخشید از خاطراتم میگم در مقابل خاطرات شما هیچ. من اولین باری که رفته بودم ورزشگاه، موقعی که برمیگشتیم بازی استقلال و صدا و سیما استقلال 5-1 برد بازی رو. ما برمیگشتیم ترافیک اتوبان کرج قدیم بودیم که در واقع میرفتیم از ستارخان برمیگشتیم سمت شرق تهران. یادم یه آقایی یه لنگ گرفته بود، ازش داد میزد حراج لنگ. برام جالب بود که این چی میگه، منظورش از حراج لنگ چیه. من هنوز نمیدونستم اون موقع پرسپولیس میگن لنگی مثلا، یه چنین کلمه‌ای رو به کار میبره. این در واقع واژه در واقع قرمز نمیدونم به اونور به کیسه نمیدونم از این داستانا، در واقع وجه دیگرش، وجه در واقع کری اصلی روی از طرف پرسپولیس روی 6 بازی 6 تایی استوار شده. استقلالی‌ها به مرور یک در واقع چیزی رو پیدا کردن که اون در واقع 4 بردشون بود و در واقع با 4 علیه این کری بعد از سالها در واقع نماد خودشون رو پیدا کرد. برای من همیشه ولی جالب بوده که چرا این بازی دوباره تکرار نشد، یعنی بازی مثل این بازی پرگلی که 5 گل 6 گل داشته باشه، چون فرصتش بود. من به خاصه اگه یادم، چون بازی رو دیدم، بازی بود که استقلال توی اسفند فکر می‌کنم سال 70 یا 69 یا نمیدونم دقیقاً که استقلال در اوج قدرت بود، یک رو از بازی گذاشت صمد مرفوعی صادق محمدی و 2 تا گل پرسپولیس مزمحل بود. ولی علی پروین اون موقع سرمربی تیم ملی بود. به نظر میاد که شارخ بیانی و مهدی فونیزاده تصمیم گرفتن که دیگه بیشتر از این پرسپولیس گل نزنن، در صورتی که به نظر من کاملا تو اون بازی میتونستن این کارو انجام بدن. یا حتی یک بازی دیگه که البته اون بازی به خاطر درخش گل پرسپولیس این اتفاق نیفتاد، بازی سال 67. و خب وقتی که این فراوانی داشته باشه نتایج عجیب و غریب توی دربی، به هر حال یواشاش اسطوره، من نمیخواستم پوش چیزا اشاره تو به تعداد گله اشاره بگم بازی نه میخوام بگم بازی‌های در واقع نتایج غیر منتظره در یک بازی در سطح دربی که هیجانش رو میبره بالا. متاسفانه به خاطر این، من به نظرم به خاطر سایه سنگین همین بازی به مرور احتیاط تبدیل شده به سکه رایج دربی. در این که این بازی نمادی از کری خونی شده که تردیدی نیست، همه تیم‌ها دارن، همه تیم‌های فرنگی هم دارن. یه بازیایی هست که یادشون میمونه، مثلا مثال فرنگیشو مثلا بگم، مثلا طرفدارای چلسی برابر لیدز یونایتد مثلا به خاطر همون فینال مثلا سال 70، نیوکاسل برابر منچستر یونایتد اون بازی که 5 تا زدن، شما هنوز برو تو وبسایت نیوکاسلی ها اون بازی که فیلیپ آلبرو آلن شیرر 5 تا زدن به تیم، همین تیم لیورپول پالاس مثلا، آره یا ویمبلدون لیورپول در فینال برده، هیچ اشکالی هم نداره. ولی در گذر ایام اتفاقا بازی‌های کلیدی دیگه‌ای بود، مثلا پیروزی استقلال با تک گل پرویز مظلومی بعد از انقلاب، اون خیلی بازیه. من اون بازی هم استادیوم بودم با برادرها اینا و رفته بودیم و اون تماشاگرایی که بالا رفته بودن، بعد خورشید داشت غروب می‌کرد، بعد این می‌خواستن اینا روشن بکنن و بعد پایین نمی اومدن و بعد بازی که برابر بود و سانتری که احدی انجام میده از راست و پرویز من، اون بازی درست 1 گل داشت ولی بسیار بازی پر اهمیتی بود، یعنی بسیار اصلا بازی 120,000 نفری در تاریخ فوتبال ایران ما نداشتیم. بله. توجه می‌کنی این از این درست 1 گل داشت ولی میتونست برابری کنه و تاثیر اون بازی خیلی عمیق و زیاد بود. پرویز مظلومی اصلا می‌خواست کفشاشو آویزون کنه و به بازیش ادامه داد. حالا در مورد پرسپولیس‌های بعد از انقلاب بازی، یعنی بردهای پرسپولیس بعد از انقلاب که باز تصادفاً هم این بودم اون بالا کنار مزدک نشسته بودم، بازی که پرسپولیس 10 نفره میشه 2-0 جلو هم و توی زمان 10 دقیقه آخر شما بازی 3-2 میشه. این بازی یه بازی عجیب غریبه، جای خودشو داره. حالا میخوام بگم به عنوان نماد من اینو میپذیرم، ولی حقیقت اینه اهمیتش
اهمیت رقابت تیم‌ها در گذر و در جریانی که میخوام بگم، ولی یعنی این وجود داره. مثلا وقتی که مثلا مجارستان، مجارها هنوز به اون پیروزی تاریخی دهه 50 شون که میرن تو ویمبلی، نمیدونم 6 تا به انگلیسی که تا حالا شکست نخورده در اون زمین، خب میبالن. خب این بالیدن داره. ولی اینکه توقف کنیم، الان فوتبال مجارستان کجاست الان؟ این فوتبال انگلیسه که با باشگاهی ادامه داد. ببین جایگاه تاریخ که محفوظه، چون ما هر دو تا اهل تاریخیم و خب نمیشه این یکی از بهترین تیم‌های تاریخ پرسپولیس بوده. این تیم پرسپولیس در اون فصل بی شکست قهرمان میشه با 47 گل زده و 6 گل خورده. این یکی از بهترین تیم‌های تاریخ پرسپولیس، احتمالاً بهترین تیم از تو لیگ، اولین دوره جام تخت جمشیده، برابر تاجی که یکی از بهترین تیم‌های تاریخ تاج بود. چون اگه بازیکن‌های تاج رو تو اون بازی بذاری، ما وقتی که بازی می‌خواست شروع بشه، بذار اینطوری بهت بگم، میتونم صحبت کنم؟